سلام به کانال فاکستاد خوش اومدید. قرار هست که توی این درس طراحی اشکال رو یاد بگیریم و اونها رو رنگ‌آمیزی و ویرایش‌های کوچیکی رو روی اونها انجام بدیم. خب میریم که شروع کنیم. اول از همه برای طراحی شیپ ها توی برنامه کورلدرا از اشکال ساده شروع میکنیم. اشکالی که توی نوار ابزار ما وجود دارن مثل مربع، دایره و پالیگون. مربع رو انتخاب میکنم. برای طراحی توی صفحه شروع میکنم به کلیک و درگ. ببینید زمانی که من درگ موسم رو و کلیک موسم رو رها نکردم میتونم این شیپ رو در ابعاد مختلف تغییر سایز بدم. اگر که من بیام کلید شیفت رو نگه دارم میبینیم که داره با اندازه های ضرب در 2 ضرب در 4 و بزرگتر کار رو ادامه میده. زمانی که من کلید کنترل رو نگه میدارم یک مربع کاملا متناسب رو برای من ترسیم میکنه از هر دو ضلع. حالا من کلید کنترل رو رها میکنم و موس رو هم رها میکنم. شکل رو ترسیم کردم. در طراحی مربع در واقع کار خاصی انجام نمیدیم چون این مربع جزء اشکال خام و ساده و بیسیک برنامه هستن. حالا برای رنگ‌آمیزی میتونم هم در این حالتی که الان موسم توی حالت طراحی قرار گرفته شکل رو در واقع رنگ‌آمیزی کنم، هم میتونم روی پیک تول کلیک کنم و کارم رو ادامه بدم. در حالتی که شیپ من در حالت انتخاب هست، برای این منظور میتونم این کار رو ادامه بدم که میتونم اشکال مختلفی که پشت سر هم قرار هست طراحی کنم و رنگ‌آمیزی کنم. حالا برای رنگ‌آمیزی من میام توی قسمت پالت رنگی و یک رنگ رو انتخاب میکنم. رنگ داخل شکل من به وسیله چپ کلیک انجام میشه. ببینین من وقتی روی یکی از این رنگ ها چپ کلیک میکنم رنگ داخل به شیپ من داده میشه. اما وقتی که یک شیپ رو ترسیم میکنیم دو قسمت رنگ خواهیم داشت. یکی رنگ داخل شیپ و یکی استروک شیپ ما هست. استروک به طور پیشفرض مشکی در نظر گرفته شده و من حالا میخوام رنگش رو عوض کنم. باز میرم روی پالت رنگی و اینجا راست کلیک میکنم. برای تغییر رنگ استروک راست کلیک انجام میدم. ببینید استروک این شیپ رنگش عوض شد. حالا زمانی که شیپ من طراحی شد، رنگ‌آمیزی شد و حالا اگر نسبت به نیازی که به رنگ و تنظیمات شیپ ترسیمی خودم دارم به فرض میخوام که این رنگ داخل رو حذف کنم. زمانی که میخوام این رنگ رو حذف کنم دوباره باید برم رو پالت رنگی و این قسمت نوفیل رو کلیک کنم. اگر من راست کلیک کنم رنگ استروک برداشته میشه و اگر چپ کلیک کنم روی همین قسمت رنگ داخل هم برداشته میشه. فقط ما الان اینجا پوینت هایی رو داریم که نمایشگر مکانی هستن و اندازه هایی هستن که شیپ من توش قرار گرفته. پس من حالا یک رنگ پیشفرض رو به داخل این میدم. میرم سراغ نوار پروپرتی و گزینه هاشو هم بررسی میکنیم. زمانی که من یک مربع یا مستطیل ترسیم میکنم توی نوار پروپرتی 3 تا گزینه برای من فعال میشه. خب قسمت اول راوند کورنر هست. راوند کورنر اینجوری هست که من اگر یکی از این پوینت ها رو انتخاب بکنم میتونم اون گوشه انتخابی رو به این شکل در بیارم. یا در کنارش دوباره اسکالپت کورنر رو داریم یا چمفرد کورنر رو داریم. خب برای اینکه این گوشه ها رو تغییر بدم نیاز به ابزار شیپ تول دارم. شیپ تول رو انتخاب میکنم. حالا میبینیم که 4 تا پوینت مربع در حالت انتخاب قرار گرفته. خب برای اینکه یه دونه از این پوینت ها رو انتخاب کنم روش یه دونه کلیک میکنم و فقط همین پوینت مد نظر من انتخاب شده. اگه که قرار باشه 2 تا پوینت انتخاب کنم با گرفتن کلید شیفت میتونم پوینت دوم و پوینت های بیشتری رو انتخاب کنم. حالا من یه دونه از این پوینت ها رو انتخاب میکنم و در حالت راوند قرار میدم این رو و
ترسیم میکنم. گوشه کار رو من کلیک و درگ میکنم تا حالا نهایت قسمتی که دیگه خودش میتونه به صورت پیشفرض انجام بده اینجا هستش. یعنی این مقدار میتونه برای ما گرد بشه گوشه ها. دوباره اگر کلیک و درگ کنم روی هر کدوم از اون پوینت ها برمیگرده به حالت قبلی. اما دقت کنید زمانی که من مجددا روی پوینت کلیک کردم، کلیک و درگ کردم و اونو برگردوندم به سمت بیرون، زمانی که دوباره برگردوندم به سمت داخل، پوینت های دیگه هم برای من فعال شد و شروع به گرد کردن گوشه ها کرد. پس باید اینو دقت کنم که در هر مرحله این پوینت مد نظرم در حالت انتخاب باشه، نه همه پوینت ها یا بقیه پوینت هایی که بهش احتیاج ندارم چون کار به هم میریزه. خب من اینو برمیگردونم به حالت اولیه، این پوینت رو گرد میکنم و حالا پوینت های بعدی رو زمانی که من انتخاب میکنم این دوباره شروع میکنه از بیس برای من گرد میکنه. یعنی دیگه کاری به مقدار گرد شدن سری قبل نداره. پس من این پوینت رو که به مقدار کمتری کلیک و درگ میکنم، میزان گرد شدگی گوشه ها متفاوت خواهد بود. ببینید من الان دوباره پوینت بعدی رو هم قرار هست که تو حالت انتخاب بذارم. زمانی که قسمت دوم یا اسکالپ کورنر رو انتخاب میکنم، همون میزانی که قبلا تغییر داده بودم رو از داخل برای من گرد میکنه، خالی میکنه. پس اینو هم من دوباره میتونم برگردونم به حالت قبلی و به مقدار مورد نظرم این کار رو روی شیپ هم انجام بدم. خب و حالت سوم حالت چمفر هستش که گوشه های تختی رو برای ما درست میکنه. اینا رو میتونیم به میزان متفاوتی نسبت به هم دیگه تغییر بدیم، حالا بسته به طرحی که مورد نظرمون هست. نکته‌ای که وجود داره این هست که توی این قسمت ما نمیتونیم ترکیبی از این حالت‌ها رو در یک شکل داشته باشیم. ما فقط میتونیم یک حالت رو داشته باشیم. پس اگر من راوند کورنر رو استفاده کردم، دیگه هر تغییری روی این پوینت ها خواستم انجام بدم صرفاً راوند کورنر هست. خب میرم سراغ شیپ بعد. شکل بعدی که میخوام باش کار کنم الیپس هست. نکته‌ای که وجود داره این که ما هر کدوم از این شیپ ها رو که خواستیم در حالت انتخاب قرار بدیم، باید کلیک موس رو پایین نگه داریم تا زیر مجموعه هاش به ما نشون داده بشه. الان من الیپس رو انتخاب میکنم، اینجا یک دایره ترسیم میکنم. خب برای رسم دایره هم مثل مربع همون گزینه ها رو خواهیم داشت. یعنی من با کلیک و درگ میتونم ابعاد این دایره رو به دلخواه تغییر بدم، کلید شیفت رو بگیرم و چندین برابری برای من عمل کنه، یا اینکه کنترل رو بگیرم و یک دایره کاملا متناسب رو داشته باشم. شکل رو ترسیم میکنم، رنگ رو بهش میدم، استروکش رو هم حذف میکنم چون بهش احتیاج ندارم. میام سراغ آپشن های دیگه ای که توی این قسمت وجود داره. توی دایره 3 تا گزینه وجود داره. زمانی که توی حالت دایره کامل هست، خب یه دایره کامل رو خواهیم داشت. قسمت بعدی قسمت پای هست که من اگر کلیک کنم میبینم که یک قسمتی از کار حذف میشه، یک قسمت از دایره حذف میشه و 2 تا پوینت اضافه میشه به دایره من که میتونم با انتخاب ابزار شیپ تول ویرایش های مد نظرم رو روش انتخاب کنم و اعمال کنم. قسمت بعدی قسمت آرک هست که اون رو به شکل یک لاین در میاره. منتها چون من الان استروک کار رو برداشتم، اون لاین رو به من نشون نمیده. پس من یک استروک به دایرم میدم و این لاین رو میبینم. خب میتونم استروکش و رنگش رو متفاوت کنم تا با رنگ فیل اشتباه نشه، چون در توضیحات بعدی اونو خواهیم داشت. خب حالت دایره که یک حالت کامل بود. قسمت پای رو که اگه ببینیم متوجه میشیم که الان ما هم رنگ فیل رو داریم و هم استروکی که من آبی کردم و قسمت بعد هم که آرک بود با هم
بررسی کردیم اینو. خب زمانی که من شیپ تول رو انتخاب میکنم و برمیگردم به شکلم، میبینم که اینجا یک پوینت برای من داره. زمانی که میرم قسمت پای رو انتخاب میکنم، اینجا 2 تا پوینت دارم و قسمت آرک هم 2 تا پوینت. حالا با این پوینت ها قراره که چه کار کنیم؟ زمانی که روی قسمت الیپس هست یک پوینت رو دارم، خب میتونم با کلیک و درگ کردن این پوینت اینو به حالت پای در بیارم. میبینید که این خود آیتمم پای انتخاب میشه همزمان. یا روی حالت پای دوباره حالتهای مختلفی داره، میتونم اینو درگ کنم با کلیک و درگ به میزانی که دوست دارم در بیارم اینو. یک نکته ای که وجود داره بین پای و آرک، این حالتی که وجود داره، حالا در هر سه مورد البته، یعنی رو همون الیپس هم که باشه، این حالت برای ما صدق میکنه. زمانی که من موس رو به داخل هدایت میکنم و کلیک و درگ رو انجام میدم، این قسمت به صورت یک پای و توپر برای من نشون داده میشه. اما زمانی که کلیک و درگم رو به سمت بیرون هدایت میکنم، یعنی این موس به بیرون دایره هدایت میشه و ترسیم میشه، این اوتلاین فقط به من نشون میده و حالت آرک فعال میشه. پس اینو مد نظر داشته باشیم. حالا برمیگردیم به قسمت پای. قسمت پای زمانی که من اینها رو با کلیک و درگ به اندازه دلخواهم آوردم، یک گزینه دیگه تو این حالت برای من فعال هست که قسمت چنج دیرکشن هست. اگر من اینو کلیک کنم، این قسمتی که خالی هست رو به من نمایش میده و قسمت اول رو دیگه نداریم. ببینین به این حالت در اومد. گزینه سومی که توی این قسمت شیپ ها وجود داره پالیگان هست. من این دایره رو حذف میکنم و پالیگان رو ترسیم میکنم. نکته ای که برای ترسیم پالیگان وجود داره، زمانی که من شیپ پالیگان رو انتخاب میکنم، توی نوار پراپرتی یک گزینه دارم به اسم points of size، یعنی تعداد اضلاع رو برای من مشخص میکنه. توی ورژن های بالاتر معمولا ما زمانی که شیپ رو ترسیم میکنیم قابل ویرایش هست این پوینت ها و میتونیم به پوینت هامون اضافه یا ازشون کم کنیم. ولی توی ورژن های پایین معمولا اینجوریه که شما شیپ رو که در حالت انتخاب گذاشتید، باید اول این عدد پوینت هاتون یا حالا در واقع ساید ها رو تعیین کنید، بعد ترسیم رو انجام بدید. حالا با توجه به اینکه شما از چه ورژنی استفاده میکنید، میتونین این رو تست کنید. من الان میام پالیگون رو انتخاب میکنم، این خودش روی 5 هست و شروع به ترسیم میکنم، کلیک و درگ میکنم. مثل ابزار مربع و دایره همه ویژگی های اونو داره که میتونم به صورت دست آزاد با کلیک و درگ شیپم رو به هر شکلی میخوام ترسیم کنم، یا شیفت رو بگیرم ابعاد چند برابری، یا کلید کنترل رو بگیرم و یک پالیگان متناسب رو داشته باشم. خب دیدیم که پالیگان ترسیم شد. رنگامیزی هم مثل بقیه اشکالی که تا الان انجام دادیم انجام میشه. فقط نکته‌ای که توی پالیگان وجود داره این که اگر ورژن بالا رو استفاده میکنید که میتونید بعد از انجام طراحی اضلاع رو کم و زیاد کنید، از این فلش توی قسمت پراپرتی کنار شکل پالیگان این رو میتونید انجام بدید. خب زمانی که من پالیگان رو طراحی کردم، میرم و گزینه شیپ تول رو انتخاب میکنم. میبینم که پوینت های مختلفی برای من نمایش داده میشه. علاوه بر گوشه ها، بین 2 تا خط، یعنی بین 2 تا پوینت گوشه ها، یک پوینت اضافه برای من قرار داده شده. خب من میتونم روی این کلیک کنم. میبینم توی نوار پراپرتی گزینه هایی که قبلا برای دایره و مربع داشتیم رو اینجا نداریم، اما من میتونم با کلیک و درگ روی این پوینت ها اینو به شکل های مختلفی در بیارم. میتونم اینها رو به داخل یا بیرون درگ کنم، نوع شکل رو تغییر بدم، یا با چرخوندن این پوینت به اطراف میبینم که این تغییر حالت روی پوینت های بعدی هم اتفاق میفته.
یه نکته توی همه شکل‌هایی که تا الان ترسیم کردیم در نوار پروپرتی برای ما فعال هست و اون کادر outline width هست. یعنی من زمانی که یک مربع دارم، یک دایره دارم و یک پالیگون، برای اینها در نوار پروپرتی هر سه حالت وجود داره. پیک تول رو انتخاب میکنم، شیپ هم در حالت انتخاب هست. من یک رنگ به اوتلاین این شیپ میدم، میام تو قسمت نوار پروپرتی اوتلاین ویدث رو انتخاب میکنم، کشو رو باز میکنم و تمام ضخامت هایی که توی این وجود داره رو مشاهده میکنم و میتونم یکی از اونها رو انتخاب کنم، یا میتونم کلا این عدد رو در حالت انتخاب قرار بدم و مثلا یک عدد مورد نظرم رو انتخاب کنم و اینتر رو بزنم. ضخامت شیپ من تغییر میکنه. برای شکل مربع هم همین ویژگی وجود داره. الان من اگر که این اوتلاین رو بهش بدم میتونم ضخامتش رو تغییر بدم، یا همچنین برای شکل پالیگونم هیچ تفاوتی ندارن اینها با هم دیگه. خب روی این دایره مثال میزنم که در واقع یک شیپ تو خالی هست. یک آیتم دیگه ای که وجود داره در کنار اوتلاین ویدث گزینه لاین استایل هست که میشه شکل این استروک رو تغییر بدیم. اینجا من این کشو رو که باز میکنم شکل‌های مختلفی از چیدمان خطوط اطراف کار رو میبینم و همچنین میتونم این گزینه مور رو کلیک کنم. این کادری که باز میشه با کلیک و درگ میتونم این اهرم رو جابجا کنم و فاصله بین خطچین ها رو تغییر بدم. اد رو میزنم و میبینم که حالا نسبت به ضخامت و خطوطی که نوع خطوطی که انتخاب کردم اینها متفاوت میشن. پس اینا همه برای ما قابل ویرایش هست. ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. اگه محتوا رو دوست داشتید با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنید و اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید. ممنونم ازتون و تا آموزش قسمت بعد، خدا نگهدار.